به یه نفر گفتم عید یعنی چی؟ گفت یعنی سال نو. مردم سلام، عیدتون مبارک. باز با یک برنامه پارک علت مهمون خونه هاتون شدیم. تو این سال نوی خیلی با هم مهربون باشین، با هم مسافرت میریم، با هم لبخند بزنین و خیلی لحظات شادی رو برای هم رقم بزنید. امشب در کنار یک مهمان خیلی عزیز هستیم، بزرگداشت براشون گرفتیم. یکی از بهترین کمدینای ما، آقای ابری. سلام قربان. خیلی خوشحالم میبینمتون. خیلی خوش اومدین. بزرگداشتتون مبارک. بفرمایید. من سلام عرض میکنم حضور تمام اساتیدی که سرور من بودن و هستن و خواهند بود، تمام کسایی که مشاور من بودن، زندگی خصوصی و غیر خصوصی من سهیم بودن و من تشکر میکنم از استادها، اساتید و سلام میدم. چرا گیر نداده به من سلام کردم؟ قربون قد و بالاتون برم، به شما که دیگه نمیشه گیر داد که. یعنی شما ببخشید پیامک اول برامون اومدن، برام پیامک میفرستن مردم، خیلی برنامه ما رو دوست دارن. پیامک اول برامون اومده که خانم یا آقای پرسیدن که میگن شما دیر میرین سر کار، این درسته؟ واقعا درسته؟ من خاک پاشون هستم، واقعا تشکر میکنم، ولی آره دیر میرم. چرا؟ به خاطر اینکه الان کارگردانایی که کار میکنم باشون، حالا بعضیاشون واقعا کارگردان نیستن. چرا اون موقع من دیر نمیرفتم؟ اون موقع که این همه نقش بازی کردم، من بابامم اون موقع چرا بازی میکردم؟ چرا شما اصلا فیلم ها رو قبول میکنین؟ خب برای چی میرین سر کار؟ اصلا داریم شما فیلم بازی میکنین؟ واقعا فیلم بازی میکنین؟ شما اصلا منو میشناسی؟ من بازیگرم ها. قربونتون برم. بله میشناسم. من از همون موقعی که مدرسه‌ام دیر میشد شما رو میدیدم، یادتون میکردم و الانم اصلا برای همین بزرگ داشت. ببخشید یه پیامک دیگه برامون اومد، اجازه بدید پیامک بخونم. خانم یا آقای پرسیدن که یه چیزی که پشت سر شما میگن که شما اصلا دیالوگاتون رو نمیخونی، مردم و سناریوتون رو حفظ نمیکنید. سناریو مردم چیزیه که تو فیلم ها استفاده میکنن ازش، فیلمنامه است، اصلش فیلمنامه است که یک چیزایی مینویسن. اون چیزایی که مینویسن مثلا میگن فلانی 2 نقطه این به این میگن دیالوگ. شما واقعا دیالوگاتون رو حفظ نمیکنین؟ داریم اصلا دیالوگ حفظ نکن داریم؟ بله داریم. ببین من دیالوگایی که چیز میکنم میگیرم از کارگردانا، خیلی هاشون نمیخونم. بالاخره دور برم انقدر بیکار هستن که من میدم اونا میخونن. آها بیکار؟ آره بیکار زیادن. بعدش هم که برای چی آخه بخونم؟ وقتی من خودم اند دیالوگیم برای چی بخونم؟ خب شما خیلی دیالوگا رو نخونده، مردم دیالوگ همون چیزای محاوری، شما نخونده چه جوری میتونی نقشو بازی کنی؟ اصلا میتونی بازی کنی؟ آره ببین من بداهه سازم، بدیهه سازم. بعد من این دیالوگا رو وقتی میدن توضیح میدن، صحنه رو توضیح میدن و من از رو اون صحنه دیالوگایی که در خور فیلم باشه میگم. حالا مخصوصا تو این فیلم آخری که اون پرفروش هم شد، حالا اسم نیارین که تبلیغ نشه برنامه ما نمونم، حالا اونجوری که باید میدادن ندادن، ولی خب حالا تو اون فیلم من ادای پسر خاله‌مو در آوردم. پسر خاله‌مو در آوردم و بعد آوردم پیش همین کارگردان، دید خودش کلی خندید. تو به نظر تو الان من دیالوگی که اونجا گفتم بهتر از فیلمنامه بود یا فیلمنامه بهتر از من بود؟ خب معلومه دیگه، بیا فیلمنامه‌اش هم دارم تو خونه، نخوندم. من نمیتونم قضاوت کنم، ولی خب مطمئنا چون شما میگین درسته، چون حتما پسر خالتون بوده. حالا ببخشید باز یک پیامک دیگه. ببین اینقدر وارد شدم یه دستی میگیرم پیامک میاد. بله خب پیامک چه بار دوست دارن نه؟ بله اصلا امروز یکی از پربیننده ترین برنامه‌های ما هستش. خانم یا آقای پرسیدن که شما دستمزد نجومی میگیرین؟ اصلا دارین؟ دستمزد دارین که نجومی باشه؟ نجوم دارین؟ شما منجمی؟ خیلی بامزه یا قربونتون برم. بله داریم. ببینید من چی هم که شما به من میگی بامزه. بله دستمزدای نجومی من پیشنهاد میکنم به تهیه کننده، همشون هم قبول میکنن، ولی در نهایت نمیدن که. مثلا همین تهیه کننده که الان منو داره میبینه از پشت، تو خونش نشسته، سیخ تو چشای من داره نگاه میکنه، منو میبینه، بهش میگم که ببین اون پول ما رو وردا بیار. من که اهل آجان کشی و اینا نیستم که. درسته. من بهش الان دارم میگم یا پولو تو میدی یا من زوردارتر از تو هم میگیرم، یا اینکه گردن تو کلفتر نمیدی. این بحثا رو لطفا تو برنامه ما انجام ندین، چون برنامه ما فقط صرفا بزرگ داشته. یه پیامک اومده که حالا مهم نیست اون پیامک دیگه، بچه‌ها پیامک‌ها رو یه ذره جلوشونه بگیرین خواهش میکنم. خب الان شما یه چیزی رو برام بگین، واقعا شما کمدین خیلی خوبی هستین، حالا واقعا فضای الان سینمای ما چطوره؟ شما چطور می‌بینین فضای سینمای ما رو؟
واقعا دارین؟ جان سینما دارین؟ ها؟ قربون قد بالاتون ادای من در آوردن و خیلی متشکرم. شما بهترین کمدین ما هستین. ولی واقعا حالا جدی سوال میکنم، شما از این ستارهایی که وارد شدن فکر میکنین مثل دوران خودتون خوب هستن، پویا هستن؟ واقعا ستاره جدید دارین؟ نه واقعا دارین؟ خب آقای ابری لطفا دیگه ادای من در نیارین و بچا پیامک ندید، من یه ذره اعصابم داره به هم میریزه. لطفا ادای من در نیارین، جواب منو بدین. این دستمزد نجومی که میگن آقا واقعا وجود داره؟ آره بگین. واقعا داریم؟ واقعا شما فکر میکنین که داریم؟ مردم یه بخشی از برنامه رو ببینین. من با سوالات بعدی در خدمتتون هستم. آقا چرا عده من در میانی شما؟ ببین یه لحظه بیا. مردم نگاه کنید، قربون قد و بالای کیفیت دست تکون بدید. آقا من واقعا با این شرایط نمیتونم برنامه اجرا کنم. این شو کیان آوردین؟ بزرگداشت گرفتم برای من. یعنی چی بزرگداشت؟ همون شیشه است دیگه، کفش هم گچه. آوردین به من دادین که چی بشه؟